خب عین حال میتونید برای ما و بینندگان عزیز تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی یک لطیفه باره به چنین یک برنامه با رادیوی صدای دوشنبه دعوت کردن. در آن برنامه چندین نفرها اشتراک داشتیم، از جمله یک بانوی شناخته نیز بود. راوی به معرفی کردن بانو آغاز کرده، گفت این کس زن دلیر، زن جسور، زن شجاع، زن صادق. به همین وقت من پرسیدم، من نفهمیدم این کس زنی چند کس؟ راوی یک بار استوب گفت برنامه رو ویران کرده. بعد مجبور از نو شروع کردیم مثل شما.